شروع برنامه با یک داستان فلسفی آموزنده به خاطر استقبال از داستان‌های فلسفی من برخلاف قسمت سوال و جواب برنامه. تذکر مهم: این داستان هیچ ربطی به فضاحت هسته‌ایمون نداره که بعد از 18 سال جون کندن یواشکی و 2 سال ماراتون مذاکره و بستری شدن عظما و کمردرد ظریف و دلپیچه دلواپسا و کلی توسری و تحقیر رفتیم پای توافقی که برمون گردونه به پله اول ما رو پله. و اما داستان: 2 تا روستایی سوار تراکتور میرفتن شهر. یکی صاحب تراکتور، یکی هم رفیقش. از کنار یک کپه کود حیوانی رد شدن. صاحب تراکتور به رفیقش گفت اگه نصف اینا رو بخوری تراکتور مال تو. طمع کار دست طرف داد و گفت باشه. خورد و صاحب تراکتور شد. عصری که برمیگشتن هر دو پشیمون بودن. یکی تراکتور از دست داده، اون یکی هم نمیدونست که ازش بپرسن تراکتور رو چطوری صاحب شدی و چند خریدی چی بگه. آبرو حیثیتش میرن. دوباره رسیدن کنار باقی مانده همون تپه کود حیوانی. این دفعه این یکی گفت ببین رفیق، اگه این نصف باقی مانده کودو بخوری تراکتور رو برمیگردونم بهت. اونم از خدا خواسته خورد و تراکتورش رو پس گرفت. نزدیک آبادی اونی که 10 شای عاقل‌تر بود به اون یکی گفت تو این فکرم که امروز صبح تو صاحب تراکتور بودی، منم همراهت. الانم که عصره باز تو صاحب تراکتوری و منم همراهت. پس این وسط کود خوردن اون واسه چی بود؟ آی دکتر من خیلی حالم گرفته است. تازه میگن جشنم بگیر. آقا زهر خوردن که جشن نداره قربونت برم. راست میگی. دلم خونه. این همه زور زدیم که برگردیم به نقطه صفر با کلی تحریم که تا سالهای سال برداشته نمیشه. امان از اون روزگار پسازه. حالا جنگ و دعوا تازه بالا میگیره. این دور جنگ عظما با حاجی رفسنجانی از 14 خرداد سر قبر امام شروع شد. سایه همو با تیر میزدن و میزنن. عظما با استاده دانشگاه نشست میذاره. فرداش حاجی روحانی با استاده دانشگاه نشست میذاره. جوابشو میده. عظما با دانشجو نشست میذاره. 2 روز بعد حاجی رفسنجانی با دانشجو نشست میذاره. ضربه رو برمیگردونه صاف رو پوز مقام عظما. چرا این سخنرانی‌های عظما و حاجی رفسنجانی برای دانشجوها تبدیل میشه به سوخت جنگ و دعوا بین اینها؟ دانشجو کجا بود قربونت برم الهی؟ لشکرکشی عظما بود با خدم و حشمش. همه خودی بودن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن یکی رفت تایلند سوار اتوبوس شد. یارو اتوبوسیه به انگلیسی گفت بلیت. این نفهمید. گفت چی میگی؟ یارو دوباره به انگلیسی گفت بلیت. این دوباره نفهمید. گفت برو عوضی، هر چی میگی خودتی. یارو برگشت به فارسی گفت خفه شو بشین سر جات، حرف دهنتو بفهم. تا اومدن دست به یقه بشن یه مسافره گفت آقایون بعد تو کشور غریب آبرو همدیگه رو نبریم، صلوات بفرستین تمومش کنین. یهو تمام اتوبوس شروع کردن صلوات فرستادن. همه خودی بودن. آقای دکتر چند وقت پیش شخصا در حضور مقام عظما بودم تو همایش استاده دانشگاه. یعنی رفتی قاطی استادا؟ نه دکتر، مثل همون اتوبوس تایلند همه خودی بودیم. دفتر زندگی ایشون مثل برگاهای پیازه، هر ورقشو که میزنی اشک تو در میاره. میگفت این داستان زهر خوردن هسته‌ای از مردن براش بدتر بوده. هر کی یه چیزی براش کرده تازه باید جستم بیاد و بگه که خودش باعث و بانی مذاکره بوده که شیخ فروی و حاجی رفسنجانی زیرابشون رو بیشتر از این نزنن. بدبخت فلک زده. خب راست میگه. تو بازی رفت مقام عظما با دانشجوها یکی جلو افتاد. تو بازی برگشت حاجی رفسنجانی هتریک کرد، چون که تجربه به حاجی رفسنجانی یاد داده که به کسی که خودش ضعیفتره رحم نکنه، به کسی هم که خودش قوی تره یه فوش بده و در بره. آیه دکتر بزن بهادر، اونجایی که مقام عظما فرمودن که بنده خودم شروع کننده مذاکرات بودم، فی‌الواقع تفلکی نیاز داره که اینجا بیفته که این مذاکرات خودش شروع کرده. شما به عنوان ابر استراتژیست نظام باید پشت ایشونو داشته باشید که اینجا بیفته. قربون برم الهی. اتفاقا من خیرشو میخوام که دارم این حرفا رو نمیذارم بهش بزنن. اگه بزنن بدتر نمک میباشن رو زخمش. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله،
میفهمونن که یه گرگ مشنگی بود. یه روز رفتن بهش گفتن که از این به بعد تو چوپون گله‌ای. گرگه زد زیر گریه، های های. گفتن تو که باید خوشحال باشی، چرا گریه میکنی؟ گفت آخه میترسم دروغ باشه. روشن شد یا همچی بزنم که بری سراغ گله. آیه دکتر، این همه عقب جلو کردن نتیجه مذاکرات که آخرش اینطوری ضایع شده چه دلیلی داشت؟ عرضم به خدمت شما که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو داشت عرق ریزون تو سربالایی طولانی دنده عقب از گردنه میرفت بالا. ازش پرسیدن چرا دنده عقب میری؟ گفت میترسم اون بالا که میرم جای دور زدن نباشه برگردم. گفتم باری کلا به این دوراندیشی. بعد از یه مدتی همه دیدن که همون یارو داره عرق ریزونتر دنده عقب همون سربالایی رو میاد پایین. گفتن چی شد؟ گفت هیچی، رفتم بالا، خوشبختانه جای دور زدن داشت. روشن شد یا همچی بذارم که عقب جلو کنی این مذاکرات هسته‌ای. دکتر دیگه به من نگو مجری، من اند استراتژی و آخرت تاکتیکم. بشین بابا، من که خودم یه عمر ابر استراتژیکم، به کجا رسیدم که تو تازه میخوای تاتی حرکت تاکتیکی بکنی؟ آی دکتر برای تو چه فرقی میکنه؟ به جای مجری به من بگی استراتژیست، یه کلمه هست دیگه. ببرم چه فرقی میکنه؟ همه دعوا همین سر کلمه هاست دیگه. چطور اگه به یه آخوند روزخون دوزاری بگن آیت الله العظمی، یا دیگه بدتر از اون بگن امام، اون وقت دیگه داستان چی میشه؟ عذر میخوام آی دکتر نفهمیدم. این جملاتی که گفتین در مورد مقام عظمای ولایت بود و من از شما شکارم که مثل بقیه دارین از ضعف ایشون سوء استفاده میکنین و نک تو سر مبارک ایشون میزنین. این برای ابر استراتژیستی با این چنین مجری زبردست خجالت آور نیست. من دارم صحبت یه آخوند روزخون دوزاری میکنم، تو میگی مقام عظماست. این پسازهر که شما دارید به این اگه اهل قصه نیستی ای شاید